ببینید برادرای عزیز، هر یک عبادت از مقاصد و وسایل عبارت است. مقصد و وسیله. مثلا مقصود شما از عبادت حج و عمره چیست؟ نزدیک شدن به الله تعالی. اساسا ما در کجا به الله تعالی نزدیک میشیم؟ در طواف خانه الله تعالی که بهترین عبادت است و در غیر از مکه در تمام دنیا در دیگر جا این خیلی عبادت نیست. همچنین صفا و مروه، مکانهایی که پیغمبرها قدمهای مبارک خود را گذاشتند. این عبادت ها در دیگر جا نیست. اما نماز در دیگر جا هست، اگرچه مرتبهش پست است. در مسجد حرام یک رکعت نماز خواندن برابری 100,000 رکعت است. در دیگر جا 100,000 رکعت میخوانید، در مسجد حرام یک رکعت نماز خوانید از 100,000 رکعت دام بهتر است، نه برابر، بهتر است گفتم. بنابراین مقصود این سفر، شما اگر برادرای عزیز در یک شبانه روز اگر 40 رکعت نماز خوانید، 8 رکعت تهجد خوانید و 32 رکعت نمازهای فرض و سنت خوانید، 40 رکعت میشه. در یک روز 40 رکعت، در 10 روز 400 رکعت، در یک ماه 1200 رکعت نماز میخوانید. در 10 ماه 12,000 رکعت. یعنی در یک سال اطرافی 14,000 رکعت نماز میخوانید در یک سال. اگر شما همین خیل سنت ها رو ترک نکرده، تهجد رو ترک نکرده نماز خوانید، در یک سال اطرافی 14,000 بگذارن تراویح خوانید، 15,000 رکعت گفتیم با نافله و با نمازهای دیگر، ضحی و با نافله های شکر طهارت و بگذار 15 رکعت نماز خوانید، 15,000 رکعت در یک سال. یک رکعت نمازتون از بهتر از 100,000 رکعت است. این معنی اینه ندارد که آن آدمی که قضایی دارد قضاییش همیشه آمده همین 2 رکعت نماز کردی صاف کند. نه، این معناش این است که یک رکعت نمازی که در مکه در حرم میخوانید بهتر است، ثوابش بزرگتر است. جای اون نمازهای فرضی رو نمیگیره، لیکن ثوابش بزرگتر است از 100,000 رکعتی که در غیر مکه میخوانید. نکن ببینید یک ساله نمازتون 14-15,000 رکعت باشد، شما یک رکعت نمازتون 100,000 رکعت. چند ساله نماز میخوانید؟ 2 رکعت عادتا کمترین نماز 2 رکعت است. 2 رکعت نماز خوانید 200,000 رکعت. چند ساله میشد؟ 15,000 حساب کنید. 105 10 ساله نمازتون 150,000. 10 ساله نمازتون در 2 رکعت شما میخوانید که مردمی ما در 2 دقیقه میخوانند. 13 سال 14 سال نمازی که در غیر مکه و مدینه میخوانید در 2 رکعت شما مقدار اجر میگیرید. خب اکنون وقتی که شما به مسجد میروید، یک مثال عادی میبیارم. همین مسجد روی شما از 2 چیز عبارت، مقصد و وسیله. مقصدتان نماز را با جماعت خواندن، وسیله عبارت از چه؟ وسیله از راه روی. شما راه رفته میروید به مسجد، بله شریعت به همین راه رویتون هم اجر داده است. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. هر عملی که واجب است و واجب بدون آن عمل اجرا نمیشه و هم واجب است. مثلا فهمیدن قرآن و سنت اگر واجب باشد، فهمیدن قرآن و سنت به زبان عربی و به قاعده لغت عربی نمیشود فهمید. باید شما لغت از یاد کنید. ذئب گرگ، دب خرس، گفته لغت از یاد کنید. همین هم ثواب است. برای چی؟ به خاطر فهمیدن قرآن و سنت شما لغت عرب میخوانید یا شعرهای زمان جاهلیت رو میخوانید، شعرهایی که عبارت از دروغ است، شعرهایی که عبارت از وصف زنها، از وصف عرق، وصف مثلا بت، شرک است. لیکن شعرهای میخوانید به کدام مقصد؟ با مقصد تعلیم گرفتن زبان عربی فصیح و تازه، که زبان عربی، در زبان عربی عرب ها همین کلمه ها را به کدام معناها استفاده می بردند. شما این کتاب ها را می خوانید، لیکن مقصود شما فهمیدن قرآن و سنت است. مقصود شما از این راه روی، شما راه گشته آمده ایستادید از خانه‌تان تا به مسجد. اگر ظاهرا گریم یک آدمی که به گناه رفته ایستاده است و هم راه رفته ایستاده است، لیکن این راه روی از این راه روی فرق دارد. وقتی که این وسیله میگن، مقصود شریعت همین راه روی شما نه، همین راه روی خودش اصلا ثواب نه، لیکن وقتی که این راه روی مخصوص به مسجد است برای اجرای ادای نماز است، این راه روی در این حالت ثواب است.